حجت خود امام مهدی بین مردم تردد میکنه، میره و میاد. و یمشی فی اسواقهم، در بازارهای مردم حضرت با پای پیاده راه میره. و یطأ فروشهم ولا یعرفونه، حضرت روی فرش هاشون گام میگذاره در حالی که مردم او رو نمیشناسند. تمام اعمال ما به امام مهدی علیه السلام عرضه میشه. چند حدیث خوندم، تمام این احادیث به وضوح میگه که تمام اعمال ما خوب و بدش به حضرت مهدی علیه السلام عرضه میشه. خدا میدونه حضرت یک لحظه آروم و قرار نداره. چرا؟ چون جز گناه و تباهی، شر و بدعت و فساد در این دوره چیزی وجود نداره. اینه که میگیم آقا برای دل حضرت دعا کنید، برای شادی قلب حضرت صدقه بدید، یه کاری کنید حضرت شاد بشه. اینه. متاسفانه آخ آخ آخ، من به فدای دل پرغمت برم آقا جان. ما روسیاییم، حتی این کلمات رو هم که میگیم خجالت میکشیم.